سلام به همه. به چینل یوتیوب خودتون یعنی ادویه شناسی خوش آمدید. امیدوارم تا دقایق آخر ویدیو همراهی کنید. امروز درباره ادویه سیتریزین معلومات ارائه می کنم. این ادویه دارای نام‌های تجارتی زیادی است که رایج‌ترین آن عبارتند از سیرتیز، بایدل، لیتیزین، سیتیزین، سیتریزین از جمله گروپ دوایی آنتی هیستامین و اوکسیزین می باشد. مکانیزم تأثیر این ادویه طوری است که آخذه‌های H1 را مسدود می کند که با انجام این عمل اثر هستامین خنثی می شود. هستامین موادی است که به طور طبیعی در واکنش به مواد حساسیت زا در حجرات بدن تولید و آزاد می شود. با مسدود کردن این آخذه علایم حساسیت را تسکین می دهد که این علایم شامل عطسه، خارش، ابریزش چشم و بینی، کهیر پوستی است. این ادویه به اشکال دوایی 5 و 10 میلی گرم تابلت و 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر شربت در دواخانه ها در دسترس می باشد. موارد استفاده این ادویه شامل حساسیت‌های فصلی، یورتیکاریا یا خارش‌های جلدی و رینیت یعنی آبریزش بینی می باشد. سیتریزین نباید در این موارد هرگز استفاده شود، مانند زنان شیرده، اشخاصی که به این ادویه حساسیت دارند و عدم کفایی کلیه‌ها. این ادویه دارای عوارض جانبی مانند گیجی، سردردی، خواب آلودگی و هیجان می باشد که امکان دارد نزد بعضی‌ها این عوارض رخ دهد. عوارض جانبی دواها به دو دسته یعنی معمولی و جدی تقسیم می شود که نوع معمولی طبیعی می باشد و شامل گیجی، خشکی دهان، سردردی است، ولی عوارض جدی معمولی نیست و باید نزد دکتر مراجعه شود که این عوارض شامل خونریزی داخلی، آسیب کلیه و اختلال عملکرد قلب و غیره می شود. دوای سیتریزین با دواهای ضد افسردگی تأثیر متقابل دوایی دارد، یعنی تأثیر این ادویه را یا زیاد می کند یا کم و هرگز نباید با این دواها یکجا استفاده شود. دواهای ضد افسردگی شامل ایمیپرامین، امیتریپتیلین، نورتریپتیلین، میرتازاپین، فلوکستین، سیتالوپرام، اسیتالوپرام، سرترالین، فلوکسامین، پاروکستین، داپوکستین، زیملیدین، ونلافاکسین و غیره می باشد. تشکر از اینکه تا این دم با من همراه بودید.